نوشته یا ایسای عبدالله اشرف خبرنگار سابق رادیو آزادی که حالا در کالج جمعیتی شهر فیلادلفیا ایالت پنسیلوانیا آمریکا تحصیل می‌کند، در آزمون سزاوار جای اول شده است. او در این ایسای خود درباره راه‌های ایجاد رابطه آمریکا با جهان از جمله تاجیکستان نوشته است. عبدالله اشرف پیشنهاد کرده است که هنرمندان تاجیک برای نقش آفری در فیلم‌های آمریکایی جلب شوند و شرکت‌های فیلم آفری این کشور از طرح بنوارگیری فیلم‌های کارگردان‌های تاجیک پشتیبانی کنند. از او پرسیدم که منظورش از این پیشنهاد چی بود. پیشنهادم این بود که چون این شبکه‌های مثل نتفلیکس از برخی از آبونشان‌های تاجیکستان همچون پول به دست می‌آورند، بگذار فیلم آفران تاجیک رو هم به خود جلب کنند، فیلم‌های آنها رو بخرند یا سیناری آنها رو و یا حداقل هنرمندان رو در آفریدن نقش‌ها جلب کنند تا این رابطه ها پررنگتر شود. در پایان تاکید کردم که فیلم های ملی می تواند یک واسطه رسانیدن آواز خلق ها به جهانیان و از بین بردن استریوتیپ ها و یا تصورات شخص شده در نسبت آنها باشد. ضمناً از عبدالله اشرف که اقتصاددان هم هست پرسیدم که دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 2 اپریل با واردات مال و محصولات اکثر کشورهای جهان ترافع جاری کرده، از جمله به تاجیکستان هم. تاجیکستان چه مال محصولات به ایالات متحده آمریکا وارد میکند و پیامد این ترافع ها چیست؟ بله، اینجا باید گویم که حجم تجارت میان آمریکا و تاجیکستان چندان زیاد نیست. تاجیکستان تقریبا 5 میلیون دلار به آمریکا مال صادر میکند طبق آمار اخیر. اینها هم اساساً هنرهای مردمی، محصولات دستی، گاه لباس و یا محصولات خوراکواری و کشاورزی هستند. گاه اینجا در آمریکا شربت، افشوره و دیگر محصولات تولیدی تاجیکستان را در رفهای مغازه ها دیده شخصا خرسند میشویم، ولی جاری شدن ترافع ها میتواند واقعا باعث گران شدن محصولات در بازار آمریکا شود که در نتیجه رقابت پذیری خود را احتمال از دست دهند. پیامدی چنین اقدام ها برای اقتصاد تاجیکستان شاید خیلی کلان نباشد، ولی برای صاحبکاران خرد که میخواهند تجارتی بین المللی داشته باشند مانع ایجاد میکند. از طرف دیگر این میتواند تاثیر رمزی و یا سیاسی هم داشته باشد که رابطه های اقتصادی دو کشور را سرتر کند. سپاس از عبدالله اشرف اقتصاددان و خبرنگاری سابق رادیو آزادی که از آمریکا با ما صحبت میکرد.